ما این پلنگ برفی را گرفتیم که در اتوبوس در قرقیزستان نشسته است. ساختمانی را نشان می‌دهد و سپس رپ می‌خواند. اسکار حسینعلیев طراح قرقیز یک سال پیش به آزمایش در هوش مصنوعی شروع کرد. با استفاده از آن تصویرهای غیر عادی می‌آفرد. یکی از طرح‌های نوش رکلام یک شرکت ساختمانی قرقیزستان است. شرکت هم از این پیام بازرگانی به وجد آمده است. اسکار حسینعلیев اعتراف می‌کند که به هوش مصنوعی آفریدن این تصویرها به او میسر نمی‌شد. هم زیبا، هم آسان و ارزان. ولی میگوید اسکار هوش مصنوعی کاری او را کردن نمی‌تواند. فقط ابزار است که به طراح مدد می‌رساند. پیش بسیاری از طراحان می‌ترسیدند که هوش مصنوعی کاری آنها را می‌گیرد و غیره، ولی هوش مصنوعی فقط عبارت از رقم هاست، 0 1 و غیره. یعنی برای آفریدن رکلام ایده و احساس لازم است. در گذشته برای ساختن یک ویدیو یک گروه طراحان و وقت و پول زیاد لازم بود. حالا همه کار را یک نفر می‌کند. این حاصل کاری الکسی کلیموف، نقاش و طراح است که با کمک هوش مصنوعی ساخته است. سلام، من از سرعت پیشرفت حیرت زده‌ام. از این تصویرها کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حیرت زده شدند. الکسی با استفاده از هوش مصنوعی ویدیو و تصویرهای تازه می‌آفرد و در صفحه‌اش می‌گذارد. نتیجه‌اش هم شگفت‌انگیز است. آنچه که چند وقت پیش امکان ناپذیر بود، حالا یک چیزی روزمره شده است. من می‌دانستم که ما در 1-2 سال به اینجا می‌رسیم. سرعت پیشرفت بسیار تیز است. من یک عکس را در کامپیوتر تا 5 سال پیش در 1 ساعت به وجود می‌آوردم و چندان خوب نبود. حالا تصویرها را در چند ثانیه می‌آفریم. الکسی میگوید با نظرداشت سرعت پیشرفتی هوش مصنوعی ممکن است که بعضی کسب‌ها نیز از بین روند. اگر کار شما را ماشین عوض کرده تواند، پس امروز یا پس فردا شما را اختصار می‌کنند. مثلا کسب ترجمانی شاید از بین رود، یا کسب خزینه‌دار، محاسب یا شاید معلمی. هوش مصنوعی فقط در طراحی استفاده نمی شود. در بانک‌ها به سوال مشتریان پاسخ می دهد. در کوچه‌ها قیافه انسان‌ها را شناسایی می کند. در کان طلای خمتار در قرقیزستان معلوم می سازد که کدام از رانندگان خسته شدند. هوش مصنوعی مثل سرعت پیشرفت آن در ساحه‌های گوناگون قرقیزستان راه می یابد و یک بخش روزمره زندگی جامعه می شود. تدریجاً شیوه زندگی را در آینده هم تغییر می دهد و مردم را وادار می سازد که به شیوه دیگر و نو کار و تحصیل کنند.